امروز بحث ما در رابطه با خط فارسی هست و اتفاقا جالبه چون خود منم یه برنامه‌ای ضبط کردم همین امروز، اونم در رابطه با فردوسی و شاهنامه بود و داشتم به همین قضیه هم به شکلی اشاره می‌کردم که بحث ما در رابطه با زبان فارسی و حالا نمیدونم یه دیگه هستن ممکنه ندونن که عملا ما چیزی به نام خط فارسی نداریم. اونجوری نداریم. بله. آره به اون معنی نداریم و این خطی که ما ابداعش کرده باشیم نداریم. ما همیشه انطباق کردیم. آره این به نظر من یه مشکل بسیار بزرگیه که البته نظر من ارتباط مستقیم داره با تاریخ مدرن ایران و تلاشی که در واقع بوده روشنفکران ما، نواندیشان ما، خصوصا در عصر قاجار و فکر اونا مشغول این بوده که این داستان باید یه سامانی پیدا بکنه. نمونه‌های دیگه هم حالا ما داریم دیگه، چه توی تاجیکستان داریم چه تو ترکیه این اتفاق افتاده، ولی مسئله ما الان می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم امروز و روی این قضیه نوری بندازیم، بحثو یکم بازش بکنیم و بعدم اینا پیشاپیش بگیم دیگه. طبیعتاً این بحث خیلی بحث ارگانیکیه، یعنی بحث ارتباط مستقیم با زندگی واقعی ما داره که با کمی دانش و با یه پایه‌ای از به قول معروف اطلاعات در رابطه با خط هر کسی میتونه واردش بشه، فکر بکنه، در حداقل فکر بکنه، نظر بده و اینجوری نیست که تو حتما زبان شناس باشی که وارد این قضیه بشی. بحث اینه که این یه نقص و یه مسئله جدی در جریان زبان فارسی هست و ما هم ادعای حال نداریم که چیزی که ما میگیم در نهایت راه حل نهایی. مثلا برای خود من این موضوعی که هول و هوش 20 سالی هست ذهنمو درگیر کرده و به نظر مسئله مهمیه بهش بپردازیم، ولی به نظر بعد نیست به سبک و سیاق جنجال یه نگاه نیمچه نگاه تاریخی اول به قضیه داشته باشیم برگردیم عقب، چون میدونم که مثلا ممکنه برای بعضی از مخاطبان این سوء تفاهم پیش بیاد که چرا میگیم ما خط فارسی نداریم، پس میخی چی بوده، پهلوی چی بوده، در حالی که خب تا قبل از میخی که آثاری ما از خطی که فارسی با نوشته باشه نداریم. حالا مثلا فکر می‌کنم برای مادها اینها یه چیزایی داریم که ولی فارسی نبوده زمان و اون هم خطی از خودشون نبوده، باز خطی بوده که همون شبیه میخی بوده. خط میخی رو ما در نهایت با الهام از ایلامی ها درست میکنیم و خب بعد آواها و واژگان فارسی رو باش می‌نویسیم و یک جورایی اصلا یک خط درباری و سلطنتی و تشریفاتی هم بوده خط میخی. بعدها که حالا بیشتر میشه بعد از دوره همون هخامنشی و با سقوط هخامنشی فراگیرتر میشه، خط پهلوی رو داریم که اون رو هم باز ما از آرامی ها که قومی توی شمال میانه رودان بودند برگرفتیم و همینجوری میاد جلو. این خط خیلی حتی مشتق‌های زیادی داشته، مثلا روحانیان زرتشتی، موبدان زرتشتی خودشون شاخه از این رو برمی‌دارن و بیشتر دیولپ میکنن که باهاش اوستا رو بنویسن تا میرسیم به اسلام و حمله اعراب و برگرفتن خط الفبای عربی برای خط فارسی. دوباره این ما یه خورده دستکاریش میکنیم، یه 4 تا 7 بهش اضافه میکنیم و زبون خودمون رو باهاش می‌نویسیم. در نتیجه این نبوده، ولی خب برعکس حالا شاید ظاهری که این داشته باشه که خوشایند نباشه بر بعضی‌ها، من این رو به نوعی از تیزهوشی جمعی ایرانی‌ها در طول تاریخ میدونم که همیشه در نهایت این از آن خود کردن همون و نه تنها از آن خود کردن بلکه ختم تکنولوژی روز و علم روز رو از آن خود کردن و یک جایی نه تنها از آن خود کردن بلکه خودشون رو هم در میدونی کنش با دنیای خارج راحت‌تر کردن. یعنی تو وقتی خطت شبیه خط مثلا لاتین باشه امروز، خب راحت‌تر میتونی ارتباط برقرار کنی. اگر توریستی میاد تو کشور راحت‌تر میتونه تابلوها بخونه. تو اگه میری جای دیگه وقتی با این الفبا بزرگ شدی، این خط زبون خودت با این الفبا می‌نویسی، راحت‌تر تابلوهاشون می‌خونی، راحت‌تر زبان دوم و سوم رو یاد می‌گیری وقتی که با اون خط می‌نویسی. و خب این اتفاقی بود که تو تاریخ ما داشتیم. من احساس می‌کنم یک ارتباط جالب دیگه هم که اینجا اشاره کنم ارتباط خط با تکنولوژیه. یعنی مثلا خط میخی با همون ظاهرش و اینا با تکنولوژی روز همراه بوده و این خط رو میتونستی تو راحت روی سنگ و فلز بنویسی یا حک کنی. رو کاغذ دیگه راحت نبودی با این خط. وقتی به خط چیز رسیدی، به کاغذ و پاپیروس رسیدی، پهلوی شروع کردن با دوات میشد نوشتش راحت.
چی میگم و حالا خط عربی هم سخت افزاری هم بازم به نفع. دقیقاً کاملا. و امروز مثلا ما اگه باز بخوایم به تکنولوژی نگاه کنیم، خب زبان تکنولوژی دنیا به ویژه تکنولوژی کامپیوتر، برای کسایی که از کامپیوتر ساینس و علوم کامپیوتر هم ذره آشنایی داشته باشن، الفبای لاتینه که میدونی حرف اولو میزنه. یعنی مثلا الفبای لاتین از اول تا آخرش جزء 50 تا 60 تا بیت اولی ان که تو حافظه جا اشغال میکنن، ولی الفبای مثلا عربی یا الفبای ما 250 خورده 450 خورده شاید حتی، میدونین چی میگم، یعنی که اصلا یک عالمه جا اشغال میکنن مثلا همین کاراکتر برسونن فقط. حالا یه خب بحث تخصصی پیچیده آره عجیب غریب هم از اصلا همین از چپ به راست بودن و از راست به چپ بودن همه خودش دقیقاً. مثلا یک چیزی که زبانشناسا خدمت صحبت کردن همینه که مثلا خطایی که از راست به چپ نوشته میشن مثل خط ما، خطایی که اصلا میدونی واحد نیستن برای آدم‌های واسط است که اکثر آدم‌های روی زمینن. یعنی شما وقتی با دست راست می‌نویسی از راست به چپ، دست روی نوشته خودته و نمی‌بینی چی نوشتی. ولی اگه از چپ به راست بنویسی قشنگ داری می‌بینی چی نوشتی. یا یه ایراد دیگه‌اش اینه که مثلا وقتی می‌خوای اعداد قاطی نوشتنت کنی و راست به چپ بنویسی، چون اعداد بالاخره چپ به راستن دوباره قاطی میشه، جا کم میاری جا زیاد میاری اینها. و بعد آره اگر ما بخوایم مثلا اختصاصی روی الفبای عربی حرف بزنیم، فکر می‌کنم ایرادات خیلی بیشتری هم میتونیم بگیریم دیگه، از جمله اینکه نقطه و دندون زیاد داره که توی نوشتن و توی خوندن آدم‌ها رو گیج میکنه. یا اینکه مثلا به ویژه برای ما توی فارسی خب مثلا ما 4 تا 3 نیاز نداریم، 2 تا ت نیاز نداریم، 3 تا ز نیاز نداریم. یعنی اصلا این بحث تجویدی که عرب دارن عملا برای ما غیر قابل فهمه. چون آواشو نداریم واقعا، نیازی هم نداشتیم. بعد خوانش رو هم دچار مشکل میکنه، او اصلا این فتح ضمیر کسره این مسئله از خودش و یه ناتوانی دراز مدت که اون خیلی جدیه. اون مثلا آواها ما نداریم توی نوشتارمون، خیلی جدیه. اصلا زبان رو برای یاد گرفتن سخت میکنه. توی کلمه مثلا 3 حرفی رو میتونی به مثلا 15 مدل 20 مدل مختلف بخونی. آره دیگه، ببر ببر همه رو به اصلا همه راحتی. چرا اصلا باید اینجوری باشه؟ چرا زبون نباید بتونه راحت منتقل بشه؟ که اگر اونجوری بود باز با خارجی ها میتونی تعامل بهتری داشته باشی، میتونی زبانتو راحت‌تر یاد بدی. یعنی ما اگه بخوایم همینجوری المان ها رو بغل هم دیگه بچینیم، یه بحث جدی سهولت کاربردیه از اساس که اصلا دو احتمالاً بحث کیفیه. دقیقاً. یعنی قطعاً با تغییر شکل این زبان ما یه تغییر کیفیت جدی تو زبان خواهیم داشت و بعدم این کیفیت و این سهولت خب طبیعتاً توی ارتباطات ما تاثیر جدی میذاره. یعنی عملا ما داریم به زبان اشاره میکنیم ولی نتایج سیاسی اجتماعی داره. درسته، دقیقاً همین. یعنی همونطور که حالا این خطهای تکنولوژی روز بودن اینجوری که تو تاریخ گفتیم، شما از همون فرهنگ غالب روز یه سری کلماتی که بیشتر اتفاقا با همون تکنولوژی در تماسن وارد زبان میشن. قدیم از عربی شده به فارسی که من مشکلی مثلا باش ندارم، بالاخره چیزی بوده که میدونی اونا کردن اومده. الان هم مثلا کامپیوتر، نمیدونم اینترنت، تو خیلی نباید دنبال ایجاد، من میدونم مثلا با ورود این کلمه ها به زبان هیچ مشکلی ندارم. اینو مشکل دارم که مثلا ما بخوایم کلمات پارسی رو با انگلیسی جایگزین کنیم وقتی داریم اون کلمه رو خودمون، میدونید چی میگم، ولی وقتی نداریم و یک تکنولوژی که خب یک ملت دیگه ساخته، همون که ما دوست داریم که این تکنولوژی رو ساخته بودیم به نام ما میبوند، ما هم خب بعد احترام بزنیم به زمان اون رو همونجوری استفاده کنیم و اگر از اون الفبا استفاده کنیم همینا رو راحت‌تر میخونیم، میفهمیم و استفاده میکنیم. مثلا یه جایی که خیلی جالب میشه، تو وقتی اسم خارجی‌ها رو ترجمه میکنی به فارسی می‌نویسی با الفبای عربی، یعنی کسی ندونی اون اسم نشناخته باشه نمیتونی بخونیش. اوش نیست دیگه اصلا، یعنی مگر اینکه پیشاپیش بشناسیش. نه بشناسی اون اسم شنیده باشی جایی. و در رابطه با روسا هم این مسئله وجود داره ولی موقعی که به فارسی ترجمه میشه خیلی چیز عجیب غریبه. یعنی برای مثلا وقتی اسم روسی رو به لاتین داریم می‌نویسیم خیلی راحت تر میشه تلفظش کرد. اصلا خب به نظرم یکی از بزرگترین وجه بابزه‌هاش همون اوه که ما نداریم توی الفبای عربی، یعنی استفاده نمی‌کنیم. نه دیگه یه مسئله جدیه واقعا برای ما تو در واقع عصر مدرن ایرانی چند نفر رو داشتیم که اونا به این مسئله پرداختن. چقدر غریب بودن اون موقع. خیلی اصلا این بحثه هم آخوندزاده، هم ملکم خان، هم ملکم خان، هم کرمانی هم نمیدونم به این قضیه پرداخته بود، ولی خب در مجموع یه سری از این نواندیشان ایرانی فهمیده بودن که این شکل از
انتقال در واقع اطلاعات و مفاهیم با زبان این بحث الفبای عربی مشکل ساز سخت، آموزش رو سخت کرده بود اون موقعی که آموزش نبود اصلا. آره. حتی و عملا ناتوان میکنه ما رو توی انتقال مفاهیم. آره اصلا این ماجرای کلیسا میمونه، یعنی اون موقع هم سواد و خط و اینا در انحصار آخوندا بود و تو اون مکتب خونه‌های سنتی مدارس که نبودن اون موقعی که اینا حرفاشو می‌زدن و این آموزش زبان نبود. یعنی اگر تو می‌خواستی حتی زبون رو یاد می‌گرفتی بعد می‌رفتی تو مکتب خونه‌ها و اون مکتب خونه‌ها چیزایی که به دست بدن امور مذهبی بود. اگه خدا ببین چقدر عجیبه که ما وقتی زبان دوره قاجاریه رو میشنویم، اون زبانی که حداقل زبان مسلط در سطح بالا بوده، زبانی که در دادگاه‌ها استفاده می‌شد خصوصا در نوشتار، واو آره بسیار اصلا فاخر اصلا شعر میگفتن و غیر قابل خوانش برای ما. یادت باشه تا همین چه الان هم نمیدونم به هر حال چون حقوق نظم قضایی ایران رو حقوق اسلامیه به هر حال اون اصطلاحات رو دارن دیگه همچنان خیلی هویه. آره بسیار سنگین و غیر قابل فهم که خودشون هم دچار مشکل میکنه دیگه. چند وقت پیش دیده بودم یه طنزی هم درست کرده بودن چه با اون اصطلاح مثلا خیارات و نمیدونم یه سری اصطلاحاتی که عملا برای ما آره واسه من حقوق کنم دیوانه میشدی توی درسای فقهی دیوانه میگردن واقعا. من بار اول که جزوه اصول فقه خوندم حقوق خوندمش دیدم که من هیچی نفهمیدم. یعنی اصلا انگار مثلا فارسی نبود چیزی که میخوندم، یک کلمه‌شو نفهمیدم. همینجوری انقدر بالا پایینش کردم که یه ضربه بزنم بفهمم این اصطلاحات فقهی و عربی و اینا که چی ان. مثلا دو تا اصول فقه داره، چند تا متون فقه داره تو حقوق. و اینم ربطی نداره مثلا ما در زبان آلمانی هم چنین چیزی داریم، حتی شاید هم در انگلیسی از یونانی و لاتین استفاده آره که استفاده میکنن آره ولی به این معنی نیست که غیر قابل از اساس غیر قابل فهم بکنه و اینقدرم زیاد و سنگین باشه. نه خیلی یه چیزی که عملاً مفهومو نمیرسونه دیگه. یعنی انگار واقعا بحث همون بحث کلیساییه که جوری نوشته بشه که آدم عادی نفهمه و در انحصار یه عده‌ای باشه. در صورت این نقص جدی وجود داره و ما ولی روی این راه حل هستیم که الفبا باید تغییر کنه. بله ما معتقدیم این الفبا باید تغییر کنه. من صراحتا میتونم بگم مدافع این هستم که الفبای ما باید به الفبای لاتینه، حالا نه عیناً همون لاتینی که انگلیسی باشه نوشته میشه ولی همون الفبا با یک سری تغییرات برای بهتر رسوندن زبان فارسی تغییر پیدا کنه. کاری که همونطور که شاهین جان گفت زمان مشروطه متفکرینش کردن، بعدها کسروی و هدایت جفتشون کسایی که از مدافعین این هستن و به نظرم اصلا یک فایده جدی دیگه‌اش همینه که اون هویت ایرانی که ما دنبالشیم اتفاقا یک جایی باید ما بتونیم اینو زیاد و هرچی بیشتر از این هویت عربی میدونیم بکنیم. خیلی جدیه و بعد این یک کمک‌های بزرگه. جالب یه عده در جریان نیستن ظاهرا فکر می‌کنن که این دشمنی با زبان فارسیه، در صورتی که خب دیگه ما از هدایت و کسروی اینا که دیگه دقیقاً اینا سینه چاکان فرهنگ فارسی بودن، فرهنگ ایرانی بودن و این یه نقطه ضعف بسیار بزرگه. اصلا به زبان نیست این مشکل، اصلا بحث زبان نیست، بحث خطه. آره اینو باید مطلق جدا کرد. اتفاقا دغدغه ما به خاطر بهتر فهمیده شدن اون زبانه که این خط رو عوض کنیم. چون میگم آقا ما وقتی کلماتمون رو می‌نویسیم عین میخی خونده میشه برای یک آدمی که تازه این زبانو بخواد یاد بگیره. بعدم کسی اگه بیاد چنین نقدی داشته باشه که خب شما دارید میرید زیر سایه در واقع الفبای لاتین، خب اینم بازم پیرو همونه دیگه. دو حالت داره دیگه، یا ما باید این توانایی داشته باشیم که یک خط جدیدی اختراع کنیم. آخه ما هیچ وقت نکنیم، ما همیشه عقل اینو داشتیم که آقا تکنولوژی روز ملت دیگه دنیا دارن از چه خطی استفاده میکنن، ما هم همون استفاده کنیم. اصلا بحث همینه که هم اونا حرف ما بهتر بفهمن هم ما حرف اونا بهتر بفهمیم. خیلی به نظر من اون نکته‌ای که گفتی خیلی تیزهوشن است. چرخو که دوباره نباید اختراع کرد. خطی به وجود اومده، خطی ساخته شده به هر ترتیبی، به هر با هر ضرورتی خط هست داره جواب میده. حالا ترکه داره با هجاهای خودش به شکلی، با فونتیک خودش با شکلی داره تلفظش میکنه و تو زبان خودش، اما خطوط دیگه استوپ احتمالاً نوشته میشه یا خیلی از چیزا بجز چند تا که واژه چیزا من که ترکی بلد نیستم ولی نزدیکه، خیلی نزدیکه. ما یه سی مثلا ج خونده میشه یا مثلا در رابطه با زبانایی که به اسپانیایی و نمیدونم اون بخش در واقع نزدیک اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی همه اینا در لاتین نوشته میشن در نهایت.
یعنی حتی همون ووسیایی که میگیم دوره سیریلی که مثلا الفباشون اونا هم حالا از لاتین گرفته نشن، ولی ببین پسرعمو دخترعمو یا هم محسوب میشن اون زبان‌ها. یعنی باز همشون به یونانی برمیگردن دیگه، که خودشون از فنیقیا فکر می‌کنم اشتباه نکنم زبون خطشون رو گرفته بودن، ولی بابای همه اینا میشه یونانی در نهایت. و اینا و خب خیلی راحت‌تر میتونن حرف هم دیگه هم بفهمن دیگه. اتفاقا یکیش به خاطر اون خط مشترکه، علاوه بر ریشه‌های حالا مشترک زبانی طبیعتاً ما اون رو انکار نمی‌کنیم. ولی الان ما نیازی نداریم مثلا نه خب فرهنگ عربی مثل 1000 سال پیش تو دنیا چی بس که آدم بخواد بگه که هنوز مثلا همونو بکنیم، نه ما خیلی داریم نفع خاصی میبریم از این تعامل با همسایه‌های عربیمون و مسلمانمون، و اینکه ما دنبال الان بازسازی اون هویت خودمونیم. آره بعد این اصلا همینه، به شکلی چی میگن شیفتگی غرب نیست، بس تکنیکال بودن و عملی بودن این قضیه است. وگرنه خب هندی‌ها الان 1 میلیاردن، نمیدونم چینی‌ها 1 میلیارد و چقدرن، همه اینها به جمعیت در واقع به کمیت نیست، بس تکنولوژی، دقیقاً بس تبادل فرهنگی با سرعت بیشتره. کما اینکه خب خود چینی‌ها و هندی‌ها هم درسته که حالا به زبان با خط خودشون رو به اون معنی دارن، اما برای اونها هم این نقص وجود داره، برای اونها هم یه شکلی از به هر حال مشکل هست در این زمینه. و در رابطه با خط فارسی ما نزدیکترین و عملی‌ترین و راحت‌ترین چیزی که پیش رومون هست استفاده از الفبای لاتینه که ما خودمونم می‌خوایم مثلا یه کلمه ناشناس رو توی دیکشنری ببینیم، اون فونتیکش رو یا تلفظش رو به همون الفبای لاتین نوشتیم دیگه که بتونیم بخونیم. و حالا به نظر من یه پدیده جالبی که بعد نیست اشاره کنیم بهش و نظر تو هم در موردش جویا بشم، اتفاقی که اتفاقا به قول تو یک جورای ارگانیک افتاده و تو اگر مثلا من وقتی نسل بخوام تو خاص بگم دهه 70 به بعد ببینم اینا خیلی هاشون فینگلیش یا همون فارسی نوشتن با الفبای لاتین رو راحت‌تر میخونن. آره. تا میدونی متون درسشون. نه من خیلی روشن، من خودمو مدام مجبور میکنم که فینگلیش بنویسم. یعنی این اواخر بجز یه جایی که دیگه مجبورم و واقعا به این نقطه رسیدم که مثلا تو تلفنم فارسی رو بردارم. نمیدونم یه نیاز به یه، ولی خب یه سوال واقعا دیگه، ما اگه خودمون پیرو این قضیه هستیم چرا ما بیخیال فارسی نوشتن من میگم بابش، من میگم بعد اسمای جنجال رو هم حتی به سمت فینگلیش شدن ببریم از این. ما یه مسئله ما اصرارمون برای این قضیه اینه که شکلی از ترس در واقع تو ما وجود داره. دقیقاً وضعیت جو باید شروع کنیم. عقب میافتیم دیگه. آره. حالا میتونیم الان حتی به صورت دو زبانه بریم، چون نگاه کنید اصلا این روند طبیعی این قضیه هم هست. یعنی مثلا میگم پس فردا اگه بگیم حکومت رسمی ایران آزاد، به نتیجه برسه که میخوان این کار بکنن، قطعا نباید این کار یه شب اتفاق بیفته و قطعا تو باید این تفاوت، مثلا میگم کتابای درسی نمیتونه یه شب همشون از 1 تا 10 عوض بشه. نه. سال اول فقط اول دبستانیای جدید اینو میبینن که رفتن دومم اینا دوما همونو دارن، اولیه جدید هم خواهند داشت. نه احتمالاً ما یه دوره دو زبانه یعنی دو خط زبانی گذار در واقع خواهد بود. مثلا چیزای رسمی فینگلیش تو میشن هی بیشتر و حالا چیزای عامیانه اینا. و خب یه عده‌ای از این تغییرات جدی تو ترکیه مثلا به نظر مثال خیلی خوبیه که بهش اشاره کنیم، به صورت نسلی اتفاق میفته. ما چرا شروع نمی‌کنیم؟ به نظر من بکنیم. منم خیلی موافقم. این مفهوم خیلی بزدلانه است که ما این کارو نمی‌کنیم. من پیشنهاد داشتم که ما از برنامه‌های خودمون شروع بکنیم و دیگه خط فارسی استفاده نکنیم. خط عربی در واقع استفاده. در واقع آره دیگه خط عربی رو دیگه استفاده نکنیم. موافقم. چون اتفاقا حتی مثلا انطباق اون عربی هم لایه این سه تا زبان دیگه، سه تا خط دیگه که نام بردیم هم به نظر من از تیزهوشانه ترینشون نبوده. چون مثلا میگم ما این همه الان حروف بیکاربرد عربی داریم توی الفبای فارسی، مثل انواع س و انواع ز و انواع ت مثلا، ولی به جاش وقتی اومدیم مثلا ژ بذاریم نمیدونیم یکن زهای اضافه بگیم ژ، اومدیم یه دو جدید گذاشتیم به سه تا نقطه گفتیم ژ. یه مسئله الان وجود داره. آیا در این زمینه اولا که بخوایم اینو استفاده بکنیم ما یه سری از این فونتیک ها رو درسته باید تعیین تکلیف بکنیم. دقیقاً. دو تا هست به نظر من. کسی این کار کرده؟ ده خدا. شورتشو بگم کوتاهشو بگم ده خدا در حد فنوتیک کرده. که دقیقاً اون کاری که ما می‌خوایم دقیقاً. می‌بینی فنوتیک در واقع چجوری نوشتن زبونه به راحت ترین راه خوندنش، دقیق ترین و بدون مشکل ترین راه خوندنش. یعنی اگر یک کلمه استثناء زبانیه شما فنوتیکش رو که ببینید درستش رو می‌خونی.
متوجه چی میگم؟ حالا یه دونه دیگه هم هست که مثلا نسل جدید و اینها توی محاوره و نمیدونم همین مثلا لیریک ویدیوهای موزیک حتی میبینی، جاهای مختلف میبینی خودشون یه جوری اختراع کردن و استفاده میکنن. حالا اون استاندارد نیست، یعنی یکی ممکنه توش خ و KH بنویسه، یکی ممکنه X بنویسه، یکی ممکنه جورای مختلف بنویسه. اینا رو ولی ده خدا اگه مثلا میگم اون مبنا قرار بدیم، خب این همه رو مثلا اون تو X خ A مثلا یه A الف مثلا خط بالاشه که همه اینا با کیبورد فعلی لاتین هست. بعد ادبیات کلاسیک ما چه وضعیت عجیب پیدا می‌کنه. خب همون به خط جدید نوشته میشه دیگه. اتفاقا مثلا این یک دغدغه بزرگ دوران مشروطه علیه اون کسانی که مدافع این قضیه بودن بود و الان هم قطعا خواهد بود که آقا این ارتباط خب سخته و ناراض کنه. ولی خب الان توی دوره هستیم که مثلا ابزاری داریم مثل AI که تو فقط کافیه 3 سوت تعلیمش بدی، این فارسی قدیم، این فارسی جدید، اینو به این ساز بساز. خب همه کتابا راحت تره این حافظ خوندن جمعای ایرانی دقیقاً خنده داره. اصلا عیبش نمیتونم. خب سخت هم مثلا حافظ بالاخره به یه میزانی از دانش، میزانی از علاقه به شعر و اینا نیاز داره. حد جالبم هست که این طبقه متوسط ایرانی هم منو کشته واقعا. مثلا هر بار من اینا رو واکنش اینا رو میبینم، چند وقت پیش دیدم یه این برنامه چیه عشق ابدی، یه مثل که دورم داشتن. من دیدم اصلا خیلی اوکی آدم میخنده، اشکال نداره. تمام فعل میشه کلا قافیه از اول اشتباه گرفت تا آخر اشتباه. ببین به خدا اشکال نداره که آدم انتظار نداره که 4 نفر آدمی که به هر حال کارشون خوندن شعر کلاسیک نیست بیان مثلا اون رو درست بخون. ولی این ادا اطفال طبقه متوسط فضای مجازی اصلا حال آدمو خراب میکنه که اینا مثلا انگار همه نشستن با خرمشاهی در تصحیح حافظ شراکت داشتن و الان دارن مثلا حافظ خوندن. اوکی اون مرد فراستی بود، اون فردوسی خونده بود یا حافظ خونده، اونم یه چیزی خونده بود، اون خنده داره. اون دیگه اونو باید به ریشش خندید، اون قشنگ خنده داره. ولی 4 تا آدم عادی تو به قول معروف اومدن توی برنامه اینترتینینگ بازی بکنن دیگه، اونا رو نمیشه. ولی خب حیفه واقعا، ولی حیفه. حالا بحث اون خط جوری باشه که اینم راحت بخونه، چه دلیلی داره نخونه؟ به همین راحتی به همین راحتی اون خط اگر او داشته باشه فقط همین تمام. و واقعا دشواره چون اومدی تو حافظو که واژه‌های عربی در واقع ادر کسن و ناول ها. خب اینو بدبخت چجوری بخونه؟ اینو نشنیده باشه نمیتونه بخونه. مثلا یه چیز جالبی بگم، من خودم اتفاقا شاید خاطره جالب بشه. من از اول به خاطر همین فکری که در مورد این قضیه داشتم که تو کتم نبودین الفبای عربی، تنوین رو هیچ وقت من با تنوین نمی‌نوشتم، همیشه نون می‌نویسم برای تنوین. حتما مثلا یه کاری که تو دهه 70 اتفاق افتاد مثلا. و هر کی ازم میپرسید ها تو مدرسه به ما تنوین و جزء الفبا یاد ندادن، الفبای فارسی تنوین توش نیست. نه خیر. اصلا چنین چیزی و واقعا نیاز نداریم اینا مثلا تو اون، یعنی تمام این مشکلات حل میشه. چه کلمات عربی سابق و اینجوری تو راحت می‌نویسی با الفبای لاتین، چه کلمات تکنولوژیک جدید و اینترنت رو چقدر راحت‌تر با الفبای لاتین می‌نویسی تا با عربی. چرا اصلا باید با اون بنویسی وقتی که با اون خط و زبان اختراع شده؟ دفاع کسانی که از خط عربی دفاع میکنن تو فارسی چیه؟ من فکر می‌کنم جدی‌ترینشون همون ترس از گسست فرهنگی با ادبیات و هنر و معماری قدیمه که برای من اصلا مسخره است. آخه بر همین اساس این گسست داره به واسطه خود اون زبان اتفاق میفته. هم اون زبان چه امکاناتی پیش روی انسان بدبخت امروزی این گذاشته که بیاد سعدی بخونه، مولوی بخونه یا حافظ بخونه؟ همین که مگه من الان گسست فرهنگی دارم از تخت جمشید که نمیتونم دیوان نوشته‌اشو بخونم. تازه این مال قدیم بود شما از این حرفا میزنید. الان من اگه واقعا در این گسست فرهنگی دارم، مثلا در حتی همین خط میخی، حتی چیزی که دیگه زبون مرده است دیگه، شما میتونی اپشو بزنی، موبایلتو میگیری به خط میخی کتیبه واسه ترجمه. اصلا بحث سر همینه که این شکل از کنسرو کردن، این شکل از برخورد محافظه‌کارانه نسبت به گذشته رو به پیشرفته یا میخواد اون خرابی رو در همون حد نگه داره؟ من میگم هیچ کدوم اینا نیست، بدتر فقط داره خرابی رو تعمیق میکنه. کاملا همینه، چون اون میدونی اون گسسته ایجاد، یعنی اون گسست از اون فرهنگ اتفاقا متخاصم، نه فرهنگ خودمون، فرهنگ عربی و اسلامی و به همون اجازه نمیده باید بریم. یه کار مثلا به نظر من جسورانه‌ای که دوران پهلوی دوم انجام شد این بود که ما تقویممون رو عوض کردیم، تقویممون از هجری شمسی کردیم شاهنشاهی. واقعا برای یک ایرانی چه اهمیتی داره محمد کی از مکه رفت مدینه که این باشه منشأ تاریخش؟ به جان الان همین تیکه رو دوباره در میارن میگن اینا
واقعا، ولی به یه ور ببین خیلی ساده است، به یک ور ایرانی ها نیست. آخه مثلا که محمد کی کجا مهاجرت کرده، چه اتفاقی افتاد، اصلا مبدأ تاریخ برای او. چرا من کوبشو مگه ندارم؟ مگه اصلا کوبش چی قبلش بعدش کلی اتفاق ایرانی داریم. ما مثلا بخوایم تاریخ زرتشتی رو مثلا بخوایم حساب کنیم به قولی از اولین آتش مقدس بالای 7000 سال قدمت داره اون خطه. بابا این مسیحی‌ها، این فرهنگ مسیحی حالا میگه یه نمادی، یه ارزشی، چیزی هست مثلا در ولادت عیسی مسیح که حالا چقدر واقعیه. این اهمیت در چیه؟ اهمیتش مثل محمد دیگه. محمد عروضی که من که به مدینه مهاجرت کرد، زندگی به کام شیرین شد. قبلش تو خفا و فرار و سرکوب زندگی می‌کرد، بعدش شد شاه قضیه واسه خودش. تاریخ از اون روزی شروع شد که آقا شد شاه قضیه. چه شجاعتی داشت دوره پهلوی، چه شجاعتی وجود داشت که اینا چنین کاریو کردن. اینم پس قدم بعدیه. اون که از قدم راحته در نسبت اینه، یعنی اون فقط اینو میشه چیزش کرد. اینو میشه چیز کرد. بعد چقدر امکان هماهنگیش با جهان وجود داشت. خب اصلا هم تقویم که شمسیه و تقویم جهان هم شمسیه و خب جفتمون توی 2000 با اون تقویم، مثلا ما 2500 خورده، ما 500 سال از اینا، ما 500 سال از اینا بزرگتریم. ولی آره خب هم با اینا توی چیزی ماها و روزامون که خب همون میگم همین الان خوده پیتزای قرمه سبزیه که مبدأش هجرت پیغمبر اسلامه، ولی ماهاش قمری نیست، ماهای شمسی هن که میدونی با ماهای میلادی مثلا یکن، چون اونا آمدن تقویم خیامی رو انتخاب کردن. خب ما به این ترتیب الان چه در رابطه با خط و چه در رابطه با تقویم و خب طبیعتاً بعد به یه سری از حتی شاید تعطیلی هفتگی، روزای هفته ما مثلا خیلی قشنگ بوده. ما تو ایران باستان برای روزای هفته اسم‌های زیبا داشتیم، خیلی همش اسم‌های زیبا داشتیم، همش جشن. هر وقت اسم ماه با اسم یعنی روز تیرگان، آذرگان، مهرگان، همه اینا جشن بودن. و این فرهنگ متاسفانه عزاداری، آقا چقدر کار داریم ما، خیلی چقدر کار داریم و چقدر دیره الان و چقدر مهمه که از همین الان خودمون رو تربیت بکنیم. این یه دیگه میان دیدی یخی از همون بازم طبقه متوسطه که من الان جدیدا افتادم این اصطلاح رو از یه نفر شنیدم، خوشم اومد. به اینا میگه جماعت گلیمی. از اینا که یه گلیمی به خودشون آوازه یه مقدار تریپ از این چپلاکچری دیگه. به اینا موقعی که میخوان این شکل از برخورد ملی میهنی با فرهنگ رو به سخره بگیرن، میگن هوخشتره. حالا درونشون که میری، اولا که اون هوخشتره خیلی اصالت داره. اسمش برای ما ممکنه عجیب باشه ولی خیلی اصالت درش وجود داره، خیلی خوب میشه ازش دفاع کرد. توی توخالی رو من موندم، توی توخالی که پشتت وقتی جلو میری نگاه میکنی میبینی پشت قضیه هیچی نیست جز یه سری پازل های نامربوط به هم که از تو یک هویت خیالی ساخته که به هیچ جا ختم نمیشه، نه به رو آینده است نه پشتوانه گذشته داره. و بعد تو آره دیگه، و تو میخوای برای ما تعیین بکنی و تازه به این شکل از تلاش برای بازسازی و بازشناسی هویت هم بخوای بخندی، اون رو دیگه باش در مقابلش ایستاد. الان نگاه بکن، ما مرور که بخوایم بکنیم مثلا همین حرفای خودمونو، بحث جدی در رابطه با خط داریم. چقدر رو کامیونیکیشن، روی ارتباطات ما، روی ببین من همش مدام بعد خودم که دارم همینجوری حرف میزنم میخوام واژه بیارم، ناخودآگاه داریم استفاده میکنیم. ما سخته دیگه، ما بالاخره ما تحت تاثیر یک کالتی بزرگ شدیم که ما شستشوی مغزی کرده. نه شوخی نداره. آره ما با اون زبون، با اون رسم الخط، با اون ادبیات بزرگ شدیم و الان مثلا به نسبت بچه دهه 80 90 خیلی کار سخت‌تری داریم ما که خودمون کار کنیم. اونا خوشبختانه مثلا اونا هم یه سری خطرات جدید دارن. من یه سری از اینا هم دارم میبینم که دیگه به معذرت میخوام به هذیانگویی داره میرسه که حالا یه شکلاشو تو این موزیک نسل جدید ما که تو بیشتر احتمالاً گوش می‌کنی. من کاملا اتفاقا بعد از چیزا دوم بعدا میبینم. خب هذیانه دیگه، یعنی تو عملاً به یه جای، یعنی شکلی از تقلید عجیب غریب زبانیه که هیچ جور ضرورت نداره دیگه، یعنی بیشتر حالت طنز برای من پیدا میکنه. من با استفاده از واژه‌های انگلیسی مخالفتی ندارم اگر ضرورت در واقع باشه. اگر نداریم تو فارسی براش دیگه، اگه نداریم یا حتی متناسب با وضعیت شعری، اگه لازمه تو یه جایی بگی ایزی به جای آسان بگو ایزی، اگر دیدی اونجا جواب میده. ولی اینکه کلا
شعر تبدیل به یه سری واژه‌های نامربوط سالاد بشه و چند تا توش هم فارسی بیاد، اون دیگه به قول معروف یه مقدار البته آزادیه، مشکلی وجود نداره انجام بشه، ولی یه سری بنیادها اگه وجود داشته باشه بدون اینکه بخواد کنترل بکنه، ذهن رو داوطلبانه و خودکار میبره به اون سمتی که زبان مستحکم بشه و یه زبان قوی ساختاری به قول معروف چفت و بسدار که تو حالا توش رپ بخون، تو شعر کلاسیک هم داشته باش، شعر مدرن هم داشته باش، چقدر این غنی میشه، چقدر ثروتمند میتونه باشه این زبان. در هر صورت ما الان زبان بحث خط رو داریم، بحث تقویم رو داریم، بحث ایام در واقع تعطیلی تو ایران رو داریم که سال هفته اینا همه دونه دونه به نظر من ارتباط مستقیم با هویت جالب دیگه ای که شاید خیلی از دوستان ندارن، ما روزهای هفتهمون هم اسم دادیم. الان مثلا خیلی ساده میگیم شنبه، یک شنبه، دوشنبه، همینجوری میبینیم، یه جوری اون نمکش رو گرفتیم. در واقع کلمه شید اسمی بوده که همین مثل شنبه الانه، یعنی روزا چی بودن؟ خوبشید، مثلا نمیدونم محشید، ناهیدشید، تیوشید، اسمای سیاره ها بودن و خورشید و ماه. و مثلا محشید و ما الان هم داریم اون اسم که اسم یه روز هفته بوده. و جالبش چیه؟ توی انگلیسی وقتی میای یه روز یک شنبه چی میشه؟ روز خورشید، ساندی، که ما داشتیم خوبشید. بله. یا مثلا ماندی، روز ماه، ما داشتیم محشید. و ما الان خودمون این استفاده نمی‌کنیم. نکته جالبیه. نکته بسیار جالبیه. کار زیاد داریم و چه جنبه دیگه ای مونده که میشه بهش بپردازیم؟ بحث حالا یه بحث کوچیک دیگه هم که فکر می‌کنم نظر هزینه در مورد این قضیه کسی میتونه داشته باشه، در مخالفت باهاش که این کار ممکنه حالا شاید هزینه بالایی داشته باشه، که اون هم میگم اگر آدما مثلا هزینه منظور اقتصادی داری نمیگی؟ اقتصادی چون مثلا یه کارم کتاب باید عوض شه، یه کارم تابلو باید عوض شه، یه کارم چیزای اداری باید عوض شه، اینا که میگم اون اگر مثلا قرار بود یک شب همچین کاری انجام بشه، نه اون هزینه‌اش به نظر من بسیار پایین‌تر از اینه که مثلا عکس شاه رو بگیری بذاری پایین، عکس خمینی رو وصل کنی بالا. ما به اندازه کافی اینقدر هزینه دادیم که این هزینه‌ها به نظر من اصلا کسی حرفشو بخواد بزنه باید در مقابلش ایستاد، چون این هزینه‌های واجبه و هزینه‌های ضروریه که ما با هویتمون در تماسه مستقیم. اصلا این هزینه نشه چه اتفاقی باید بیفته؟ چی هزینه تاسو آشورا بشه؟ متاسفانه نه اینو که اصلا به نظر من آخرین مسئله‌ای که میتونیم بهش بپردازیم. و باید به این فکر کنیم که یه سری این چیزا مثل این مقابله ها با زبان، مقابله ها با خط و اینا، هم چقدر هم آدم‌های روشنفکر به ظاهر روشنفکر رو نمیدونم دماغ سربالا بخوام بیان بگن نه این کار بعد اینا خوب نیست، اینا زبان و خط سیر تاریخی خودش رو در نهایت طی میکنه. همونطور که ما مثال زدیم که الان نسل جدید دیگه تمام اس ام اس هاشون، تمام نمیدونم پیامکاشون، تمام حتی ارتباطاتشون با هم دیگه از روی با خط در واقع فینگلیش انجام میشه. چیزی که شاید مثلا متفکرین دوران مشروطه اگه میدونستن ذوق میکردن، یعنی واسه اونها دوران اونها خیلی همچین چیزی. نه اون جدیه به نظر من. ما از خودمون باید شروع کنیم. آره منم موافقم، از خودمون شروع میکنیم و با همون چیزی که پیویش میکنیم، یعنی در واقع میتونیم دو زبانه ببریم. نه دیگه کار نداریم دیگه. میخوام ترشینی که میخوایم برگردیم ده خدا رو نگاه میکنیم یا سر یه سری از واژه‌ای که ده خدا کامل صفحه اول اصلا فونتیکش توضیح داده. آره دیگه. نه منظور یعنی یه سری واژه‌ای که به هر حال بهش اشاره نشده فرضاً امروز. نه مشکل نداره، چون میگم اون چیزا رو داره، فنوتیک و دستور اول و صفحه اول داره. دستور اول رو در واقع داره، میشه بهش پرداخت و میتونه منبع باشه واسه همه که بهش ارجاع بدیم و همه به صورت استاندارد. اون بنیاد فونتیکی رو تو میگی. آره به صورت استاندارد یک چیزی فالو کنیم. اونجا مثلا خیر و چی بود؟ اکس خب چه بهتر. آره راحتش میکنن کار خیلی. یا مثلا کیو خیلی راحته، به جای اینکه که بخوای حرف واسش اختراع کنی که حرفی که تو زبانمون کاربرد نداره مثل بعد مثلا کیومرس رو چطور باید بنویسیم؟ کیومرس رو با کی دیگه کیو، نه هم کیو خون نمیخونیم ما تو انگلیسی اونجوری که میگم کیومرس رو می‌نویسیم مثلا میگم کی آره کی آی مثلا وای مثلا هر جوری که حالا اونجوری. اوکی خب اینا الان سوالاتیه که باید بهش پرداخته بشه دیگه. مثلا با آی کجا، وای کجا، نمیدونم. آی مثلا به در نقش ای صدای ای، وای در نقش صدای یه یعنی صامت یه، اون مصوت ای، و ای هم در نقش ا که الان نداریم تو زبانمون. مثلا ا اون موقع ای حرف ای صدای ا میده مثلا. عجب. آره اینا رو باید بشینیم چک. مثلا حرف دیگه در مورد خوشنویسی و نستعلیق و اینا میزنن که این هنرش از بین میره. نه اصلا قرار نیست از بین بره. خوشنویسی کجای مثلا؟ اصلا ما ساختیم دیگه. خب جدید با این حروف میسازیم. مگه این حرف مگه این قضیه خوشنویسی نداره؟ تو نمیتونی بعد بیای هویت یه جامعه رو
لنگ نگه داری به خاطر خوشنویسی. حالا که من مثلا میخوام خوشنویسی، خب میشه ولن را لاکچری که یه دی ام حالا قلم خود چیز بردارن. اصلا همونا میتونن با خط جدید خوشنویسی کنن. اینم داره چیزای خودشو. نه اون که به نظر من اصلا آخرین مطلبه. چه نکته دیگه بالام فکر می‌کنم همه اکثر نکات رو اشاره کردیم و خیلی جدیه و من تشویق میکنم مثلا از این به بعد آدم‌ها نظر دارن می‌نویسن، کامنت دارن می‌نویسن، اینا موافقم منم. یعنی یه تمرینی که همه با هم میتونیم بکنیم. آره فینگلیش بنویسیم. متاسفانه اصلا بگیم فینگلیش، نگیم فینگلیش. مثلا پینگلیش حتی اگه بخوایم بگیم مثلا اصلا فارسی. آره فارسی در مگه خط فارسی مونه دیگه. لاتین فارسی. ببینم میگیم فارسی دیگه. با اون که نمیگیم فارابی. به عربی یا فارسی میگم. ببینم پس بگیم همون فارسی. آره تمام. آقا رفتیم عزیزا. تا بعد میریم. مخلص.